حضرت آقا دیروز بیاناتی داشتن، فرمودن که جنگ نمیشه، اما اگه جنگ بشه جنگ منطقه‌ای خواهد بود. و امروز هم سرلشکر موسوی در خصوص وضعیت آفندی ما صحبت فرمودن و گفتن که وضعیت جنگ آینده وضعیت آفندی خواهد بود. اینها یعنی چی؟ معنیش یک کلمه است. ما هر گونه تهدیدی رو نسبت به آب، خاک و دارایی هامون یک تهدید موجودیتی می‌بینیم، جوابمون موجودیتیه. یعنی اینجور نیست که دیگه حالا بریم دنبال جوابهای کنترل شده. اصلا وضعیتمون از پدافند در آوردیم به آفند برای همین. یعنی اینکه دیگه خیلی چیزها رو تحمل نخواهیم کرد. یعنی اینطور نیست که ترامپ فکر کنه میتونه مثلا کاری که با ونزوئلا کرد محاصره کنه یا وایس تو دریای عرب کشتیای ما میخواد رد بشه بخواد بگیره. من برنامه پیشم توضیح دادم، حتما ما اسکورت میکنیم، حتما بزنه میزنیم، ولی حتی از اون بیشتر. یعنی الان که وضعیت آفندی شد خیلی فراتر از اون میریم. دیگه الان قرار باشه کشتی بگیره، کشتی بزنه، ما کشتی بزنیم، نه، اینم تحمل نمی کنیم چون در منطقه ماست اصلا. و وضعیت ما به گونه است که آمریکایی‌ها باید بفهمن این منطقه رو باید ترک کنن. اگر ترک نکنن هر گونه استحکاکی پیش بیاد، هر مشکلی پیش بیاد، پای اونهاست. یعنی محکم ایستادیم سر این که متوجهشون کنیم. ایشون نمیتونه بیاد سر مذاکره وایسه از این حرکت‌ها بکنه بعد بیاد تو مذاکره بخواد دست بالا رو بگیره و همه چی رو بخواد و ما رو تسلیم کنه. این بازی برای ما نخنماست. ما تو وضعیت اقتدار و قدرت ایستادیم و حالا همش شانتاژ میکردن که میزنیم نمیزنیم. حالا میخوایم نشون بدیم که ما نشستیم تو بزنی، اصلا باید از این منطقه شما بری. این وضعیت خیلی متفاوت از قبله و حتما اقتدار و عزت خیلی بیشتری رو هم مردم خواهند دید.